اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی قبلی ما درباره توحید در عبادت بود. گفتیم که یکی از مراتب توحید این توحیدی در عبادت است، یا توحید الوهیت هم آن را میخوانند، یعنی به توحید الوهیت تعبیر کردند. معنایش را گفتیم. بعد وارد این مسئله شدیم که چرا سلفیت یا شخصی جناب محمد ابن عبدالوهاب دیگران را به مشرک بودن متهم میکند، دیگر مسلمان ها را، مسلمان هایی که مثلا یا علی یا محمد یا عبدالقادر یا بهاءالدین نقشبند میگویند، اینها را میگوید شما مشرک هستید. بعد گفتیم استدلال او را بیان کردیم دیگه، من نیاز به تکرارش نیست. میگوید که خواندن دعا مخصوص خداست، دعا چون عبادت است و عبادت چون مخصوص خداست باید فقط از خدا درخواست کرد. بعد ما گفتیم که دعا در هر جا به معنای عبادت که نیست. بله یکی از معناهای دعا عبادت است، اما همه معناهای دعا که معنای عبادت را ندارد. یکیش همون مثال زدیم و گفتیم که یکی دیگر از معناهای دعا این درخواستی برآوردن یک حاجت است. مثلا حالا مثال زنم، شما فرض کنید غرق میشوید، شنا بلد نیستید، در آب افتادید، بعد داشتید غرق میشدید که یک نفر عبور میکرد، رد میشد. بعد شما گفتید، نامش مثلا احمد بود، رفیقتان بود، گفتید یا احمد کمک کن مرا، از او طلب کردید که شما را نجات دهد. این هم درخواست است، ای احمد مرا کمک کن. خب اینجا آیا اینجا به معنی عبادت است؟ نه. خب درست است، استغاثه است، یعنی طلبی کمک است، اما طلبی کمک هم اونجا که میگوید استغاثه فقط از آن خداست، این هم باید معناش رو خوب فهمید. شما هر جا که حتی همین جایی که از احمد آقای احمد کمک میخواهید، در واقع شما از خدا کمک خواسته اید. چرا معتقد هستید که اگر کسی شما را نجات دهد، در واقع این قدرتی که او دارد از خداست. یعنی در همین جا، در همین مثالی که زدم، من آیا حق ندارم بگویم ای احمد مرا کمک کن؟ غرق میشم، میمیرم، علیاذ بالله. اگر مردم هم بعد اون وقت قیامت جایگاه انسان جهنم میشود با عنوان یک خودکشی. خدا هم خواهد گفت که خب از اون کنارت رفیقت رد میشد، تو چرا از او کمک نخواستی؟ آیا من میتوانم بگم که خدایا فقط باید از تو میخواستم، من اگر از او میخواستم مشرک میشدم؟ خدا تو سرت میزند. ما نباید اشتباه کنیم. من حال روایات هم می آورم در این مورد. ببینید اگر یک نفر از پیامبر بخواهد که کاری را برای او انجام دهد، اینجا مشرک نشده است. بله مشرک می شود زمانی که گوید که من وقتی که در همین مثالی که زدم، کدام وقت مشرک می شود انسان؟ وقتی گوید که ای احمد مرا کمک کن و باورش، اعتقادش این باشد که احمد بدون نیاز به خداوند او را میتواند کمک کند. نه، باید اعتقاد داشته باشد که همه مسلمان ها همین اعتقاد دارند. بله وقتی مرا احمد کمک میکند، هر چی دارد از خداست. نگاه کنید ها. برای همین درخواست از غیر خدا اگر با این اعتقاد باشد که او مستقل نیست در کمک کردن، اشکالی ندارد، بلکه این عین کار است. خودی حتی وهابی سلفی هم رد نمی کند که آیا کمک خواستن از این و آن جایز است یا نیست، که نمیتواند رد کند این را. البته یک جوابی عجیب و غریب میده، میگه این کارهای عادی است، در اینها میتوان خواست، اما یک کارهایی هست که مخصوص خداست. همین حرف خودش شرک. من توضیح دیم، نگاه کنید. این یعنی چی؟ که
در بعضی کارها میتوان از دیگرها کمک خواست، اما در بعضی کارها نه، این کارهای دیگر خداست. من اینو تحلیل کنم، ببینید اونها ناخودآگاه در ورطه شرک قرار گرفتن. چه خیل؟ تا همین مثالی که زدم میگم که خب این کاری عادی است، این کار داره کمک خواه، اما آنجا که یک خارق العاده است اونجا دیگر نه، اونجا فقط از خدا، مثلا شفا را از خدا بخواه. ببینید اینو تحلیل کنم، اینکه بعضی کارها عادی هستند، بعضی کارها غیری عادی یا خارق العاده، اینها از نظر ما انسان ها چنین است. چون تو کارهای عادی ما توانایی انجام آنها را داریم عادتاً، و کارهای خارق عادت را نه، کارهایی هستند که از دست ما بر نمی آید. اما معنیش این نیست که این کارها هم پیش خدا این تقسیم بندی ها را دارد. خب توجه کنید، پیش خدا کارها به عادی و غیر عادی تقسیم نمی شود. همه کارها در این هستی، در توحید، در خالقیت، گفتم آفریدگار و پدید آورندهش تنها خداست. چی کاری عادی، چی کاری غیر عادی. کاری عادی هم همان طوری که از طریق سبب ها پدید می آیند، کاری خارق العاده هم همینطور است. چون این نیست که کاری خارق العاده دیگر یک خرق سنت الهی باشد. نه این چنین فکر نباید کرد. آنها هم سبب دارند، علت دارند، فقط بعضی از علتهاش منحصر به فرده. حالا بیان خواهم کرد. نگاه کنید، مثلا همین کمک کردن یک نفر شخص عادی مرا وقتی که غرق میشم سبب هایی دارد. خب این کاری عادی است. اما یک نفر مبتلا به مریضی سرطان شده است، اینجا دیگر وقتی که دست انسان کوتاست، خدا که مثلا اینجا به کمک می آید، فکر میکنن اینجا خودش مستقیما خدا دخالت میکند. نه، همه کارها پیش خدا فرقی ندارد. کارهای عادی غیر عادی پیش ماست، اما در پیش خدا که همه کارها کار است. من مثال زنم باز. فرض کنید یک نفر مبتلا به مرضی بیماری رگ شد، سرطان. بعد یک نفر دعا خواند و با این دعا درست شد. خب اینجا آیا این کار اسباب و عوامل و علتهایی نداشت؟ ندارد. منتها یکی از علتها و سببهایش آن تأثیری مثلا آیات قرآنی است. این هم سببند. نگاه کنید، در بیماری های عادی یک نفر وقتی صحت میشد میگوییم خب دارو خورد، یعنی خدا شافی است، خدا شفا دهنده است، اما سببی شفا دادن خدا این دارو شده است، چون خداوند در هستی همه کارها را از همین طریق همین سبب ها انجام میدهد. اما آنجا که یک نفر سرطان را این داروها نتانست و یک دعا تانست، معناش این است که آن دعا هم سبب شده است. این تأثیرات عوامل روحی حتی از نظر علمی هم ثابت شده است. نگاه کنید، بعضی مریضی ها را همین بعضی آدمایی که از طریق از راههای روحی و روانی صحت میکنند، حالا نامه‌هایی دارند، بی‌اتاک از اینها یک واقعیت است. اینا رو نمیتونم این کار کنیم، کسی از ما نمیتواند این کار کند. یک نفر تسلط پیدا میکند، یک نوع تسلطی پیدا میکند بر روحش و روانش و از همین طرف مداوا میکند، درمان میکند. یا ما معتقد هستیم که آیات‌های قرآنی اینها هم با عنوان یک سبب تأثیر گذارند. اینها رو کسی نمیتواند منکر شود. خب حالا بحث همش اینجاست. وقتی من از پیامبر میخواهم که مرا کمک کند، آیا من به این معنا کمک خواستم که العیاذ بالله او خداست؟ نه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک خواستن چنانه که عبادت مخصوص خداست، استغاثه و کمک استعانت هم مخصوص خداست. ما هر کجا همینجا من این خودکار را این کتاب رو برمیدارم، در همینجا هم من
من به خدا نیاز دارم. من هیچ وقت و هیچ جا و هیچ مورد از خدا بی‌نیاز نیستم علیه بالله. آنجا که حالا بس من اینجا بود، آنجا که یک نفر میبود از پیامبر کمک میخواهد، او از خدا کمک میخواهد، ولی میداند که پیامبر در این سلسله اسباب و علتها مؤثر است. میتواند پیامبر خیلی کارهایی را میتواند انجام دهد. پیامبر میتواند ماه را دوپاره کند به اذن خدا. این به اذن خدا معناش این نیست که اینجا پیامبر وقتی که ماه را دوپاره کرد یعنی فقط یک آلتی دست بود. نه، همه ای کارها به اذن خداست. همین حرکاتی که ساده ای که شما انجام میدید اینجا هم به اذن خداست، که اگر اذن خدا نبود که شما هیچ کاری نمیتونید کنید. فقط فرق شما با پیامبر این است که پیامبر میتواند ماه را دوپاره کنه اما شما نمیتوانید. اذن خدا در هر دو جا هست، اما نفس پیامبر، روح پیامبر چنان قوی است، چنان والاست که میتواند این کارا را انجام بده. آنجا که حضرت عیسی یک پس را صحت کرد به اذن خداست این، اما بجای عیسی اگر یک همسایش بود میتوانست؟ نه، عیسی دارای اون نفس، اون روح است که میتواند این کار را انجام بدهد. خوب درک کنیم اینها را. من یک روایت خانم و بحث را به اتمام رسانم. خب در منابع روایی ما این روایت هست، روایت صحیح هم هست و کسی هم تا کنون نتوانسته است این روایت را بگوید این روایت صحیح نیست. حتی همون محدثای سلفی هم گفتن این روایت صحیح است. روایت در مسند احمد هست که من در دیگر منابع هم هست، البته من لفظی مسند احمد را انتخاب کردم. روایت از عثمان ابن حنیف است، این صحابی جلیل القدر پیامبر، که میگوید ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ادعو الله ان یعافینی. عثمان ابن حنیف میگوید یک نفر نابینا پیش پیامبر آمد، گفت که از خدا دعا کن که خدا مرا، از خدا بخواه که خدا به من عافیت بدهد، درست شوم. قال، پیامبر فرمودند که ان شئت دعوت لك و ان شئت اخرت ذلك، اگر خواستی همین حالا انجام میدهم، اما اگر خواستی برایت بهتر است به تأخیر اندازیم. نه، گفت که همین الان دعا کن. وقت پیامبر امره ان یتوضا، پیامبر دستور فرمودند که وضو بگیرد، فیحسن وضوء، خوب هم وضو بگیرد، فیصلی رکعتین، وقت 2 رکعت نماز خواند، و یدعو بهذا الدعاء، اونگاه این دعا را بخواند: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه یا محمد. حالا توجه بفرمایید: یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجت هذه فتقضی لی اللهم شفعه فیه. بعد پیامبر فرمودند که این دعا را بخوان: پروردگارا من از تو میخواهم. ببینید ما همه جا از خدا میخواهیم. آن کسی که میبیاد یا محمد یا علی میگوید این از خدا خواسته است. ما اشتباه نکنیم، فقط محمد و علی را واسطه قرار داده است. توسل در نزد همه مذاهب یک امر مجاز است. فقط این سلفی ها هستند که توسل کننده را شرک گفتند. نمیدونم با این روایت چیکار خواهند کرد. پروردگارا من از تو میخواهم و روی به تو می آورم، اما بنبیی که با توسل به پیامبرت را واسطه قرار می دهم که پیامبری رحمت است، چون او دارایی. ببینید پیامبر وقتی واسطه قرار می دهیم، خب یعنی سبب قرار می دهیم. پیامبر وقتی سبب شد، کاری که اتفاق نمی افتاد اتفاق می افتاد. خدا چون این خواسته است. هیچ وقت در عرض خدا کسی پیامبر را یا کسی دیگر را نمیگذارد. ما اشتباهی، بزرگترین اشتباهی محمد بن عبدالوهاب همینجاست. یعنی من بعضا گمان میکنم چندان سوادی کامل نداشته این فرد. بعد ادامه اش جالب است. شما میگویید غیر خدا را خواندن شرک است. این یا محمد چیست پس؟ یا محمد در یک امری عادی هم نیست، در شفا دادن به نابیناست. پیامبر دارن تعلیم میدهند، میگن یا محمد بگو،
من به تو روی آورد، من به خدا روی می آوردم بیکه، به واسطه تو. یعنی تو از من بخواه، وقتی میخوایی توسل به من کنی، مرا واسطه قرار بدی، از خودم بخواه یا محمد بگو. خب اون کسان مسلمان هایی که وقتی از حضرت پیامبر توسل میکنند به پیامبر یا به صحابه ها یا به یکی از اولیاء الله، اینها درست مثل همین جاست. اونها از غیر خدا نخواستند، از خدا خواستند، اما با واسطه وسیله قرار دادنی حضرت پیامبر یا اون اولیایی که آنها را میخوانند. این روایت صحیح است، کاملا صحیح است و هیچ کس هم نمیتواند بگوید غیر صحیح است. اینجا که می آییم یک بحث دیگر شروع می شود و اینکه خب اینها که پیامبر که زنده بودند، در هنگام زنده بودند جایز است، اما آنجا که وهابیت میگویند، چون خودی البانی هم میگوید، کتاب دارد در رابطه با توسل، کتاب دارد، میگه که من آنجا که میگویم توسل و نمیدونم درخواستی از غیر خدا، نمیدونم شرک و اینها بس از مردن است. خب چون وقت تمام شد، من بحثی آینده در این خصوص بیشتر بحث خواهم کرد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. خدا حافظ.